روز 13 دکامبر سال 2023 در شهر استرافشان بختیار اوریپوف زاده این منطقه و افسر نیروهای ویژه روسیه را به خاک سپردند. بختیار اوریپوف که همگی 30 سال داشت و پدر 2 فرزند بود در جنگ اوکراین کشته شد. بختیار نصراللهیف ادوکات شناخته زاده استرافشان که در شبکه‌های اجتماعی خیلی با حرارت از جنگ روسیه به ضد اوکراین حمایت میکند، بدون بردن نام مرد کشته شده را داده رقم نامیده گفت که او در جنگ با اوکراین فاشیستی قهرمانانه هلاک شد. بختیار نصراللهیف ادعا کرده است که این زاده استرافشان در اوکراین خاک تاجیکستان آینده ملتش را در مبارزه با فاشیسم، ملتگرایی و اهرمن‌های غرب حمایت کرده است. بختیار نصراللهیف درباره کی و در کجای اوکراین و در چه شرایط کشته شدن مرحوم یگان معلومات نداده است. در همین حال بنا به اطلاع دیگر سامانه استرافشان نفر در اوکراین کشته شده بختیار اوریپوف نام داشته در صف ارتش روسیه خدمت میکرده است. بختیار اوریپوف بعد ختم آموزشگاه حربی نیروهای دسانتی در شهر ریازان روسیه در آن کشور ماند و در هیئت نیروهای دسانتی روسیه خدمت میکرد. کی به اوکراین برده شدن و در آنجا کی و چگونه کشته شدن این زاده تاجیکستان معلوم نیست. از بختیار اوریپوف 2 فرزند خردسال یتیم ماندند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 21 ماه گذشته از آغاز این جنگی که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات حربی مخصوص نام میبرند، از هر دو طرف 10,000 نفر کشته شده، تقریبا 500,000 میلیون آدم زخمی شدند. در بین کشته شدگان 10 تن از زادگان تاجیکستانی هستند که به استثنای 1 یا 2 نفر اکثریت کلش از طرف روسیه می جنگند. برخی آنها تاجیکانند که در صف قوه‌های مسلح روسیه خدمت می کردند. برخیش مهاجرانی بودند که در عوض وعده معاش و امتیاز خوب از جمله به آسانی به دست آوردن شهروندی روسیه با وزارت مدافع این کشور قرارداد بسته به جنگ رفتند. در اوکراین تا امروز بیش از 30 محبوس تاجیک زندان‌های روسیه نیز کشته شدند. این محبوسان با وعده آزادی زودتر با شبکه واگنر و یا وزارت مدافع روسیه قرارداد امضا کرده به جنگ ضد اوکراین رفته بودند.